برای چی؟ بذار بگم چرا اومدم. سری پس بگو. ما دیروز 2 بعد از ظهر تو منزل نشسته بودیم. خب یهو گوشیم زنگ خورد. خب رفتم گوشیمو وردارم ببینم که دیدم خودمم. گفتم وای بله من چه آدم مسخره‌ای هستم. خودتی؟ آخه من خودم با خودم چیکار دارم؟ من خیلی حوصله خودمو دارم. آفرین. رد تماس. دوباره 1 ساعت بعد خودم به خودم زنگ زدم گفتم بابا شاید کار واجب دارم. میمیرم جواب بدم. یه جواب دیگه جواب دادم. گفتم بله. اون خودم ناراحت بودم قطع کردم. این چه خریه داره دقت میکنه. خب کجا بودی؟ چی شده؟ مثلا جدیه گوشی رو برداشتم دوباره آقا تا 12 شب خودم با خودم هی درگیر بودم. گوشی رو برداشتم بالاخره برداشتم اونم بالاخره قطع نکرد. گفتم جانم حامد جان چه عجب یادی از خودم کردم. صدامو بشنوم. گفت حامد برو قزوین سالن القدیر بخون خواننده ندارن. منم با هلیکوپتر اومدم. با هلیکوپتر؟ بله گفتم زمینی بیام 1% تصادف. خب بسه داری چیکار ندید ولش کن. نمیخواد قلبمون رو تقدیم کردیم. آقا گفتم با ماشین بیام 1% تصادف 1% ترافیک 1% اعمال قانون. از گفتی هوایی اومدم ولی اومدیم بالا سر چیز تک 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 اومدیم بالا سر همین سالن القدیر. آره یه جای پارک پیدا کردیم هلیکوپتر نشست رو سقف اینجا منظورته. نشست رو سقف. آفرین. ولی بعد جایی نشست خیلی اذیت شدیم. یعنی چی؟ نشست رو آنتن. پایین هلیکوپترم 20 ها وا بود. واقعا؟ آنتنم 185 شاخه. همه رو شمردی؟ نشمردم احساس کردم. اون آنتن 20 ها بود بالا چیکار. آقا گفتم خلبان این همه جا آدم میشینه رو آنتن. واقعا؟ گفت ببخشید هلیکوپتر رو روشن کرد نشست اونور آنتن اونور نشست آنتن. چقدر آنتن اون بالاست. آخه عزیز دلم بالا که اصلا باند فرود نیست. ولی بیا یه اعترافی بکنم. چه اعترافی؟ اولش سخت بود. بله؟ یعنی چی؟ آخه ما کلا ما خب یه سیستمی داریم هیچ کجای دنیا نداره. یعنی چی؟ یعنی در برابر فشار و اینا اول یه ذره مقاومت میکنیم بعد زورمون نمیرسه عادی میشه خودمون استقبال میکنیم دیگه. پا شدیم نشستیم بابا آنتنو از رو بردم. تو الان یه جای سالم داری؟ نه تو فضول جای سالم ما نباش. زخم و زیلی اومدم پایین. آفرین نوکرتم. خوب میشه آفرین. تا آنتن شانس آوردیم مال آنتن ایران بود دیش نبود. اونو چی می‌خواستم ولش کن